دست به ناخونات نزن، ناخونات قشنگن. حداقل بیا یه لاک بزن روش که دیگه اذیت نشی. لاک نداری؟ حالا من بهت نشون میدم چقدر لاک دارم. هی میومدی پیش خودم خیلی بهتر بود. این اولی لاک. بیا اینو دوست داری؟ اینو برات باز کنم. بذار بازش کنم. این اولی یه قرمز خوشگل. من خودم همیشه از این استفاده میکنم. قرمز دوست نداری؟ خب بیا این رنگ مسی. وایسا. این چی؟ حالا نگاش کن ببین چقدر قشنگه. نگاه، خیلی رنگ خوبیه. اینم نه. خب پس تو چیو میخوای امتحان کنی؟ همیشه که لاکای قرمز میزدی، حالا امروز برای ما دیگه میگی نه من لاک قرمز نمیزنم. سفید چی؟ سفید میزنی؟ حالا الکی یعنی من سفید میزنم. بیا اینم سفید. دیگه بهونه چیه؟ اینم سفید هست، خیلی هم قشنگه. سفیدم نه، مسخرم کردی؟ خب دیگه یه رنگشو بزن. مشکی دارم. مشکی میزنی؟ مشکی قشنگه. نگاه مشکی از اون مشکی ها نیست که رنگش طرفای آبی بره. یه مشکی پر رنگ قشنگ. نگاه. از این میزنی؟ از اینم نمیزنی؟ خب دیگه نمیدونم دیگه. من لاک زیاد دارم ولی دیگه هر رنگی تو بخوای برات میزنم. دوست داری کدوم رنگ بزنی؟ مشکی؟ باشه بیا مشکی برای خودت. بیا. خوشحالم که خوشت اومد. خب دیگه برو لاکتو بزن. فعلا